تو این ویدیو میخوام بگم که هر ایردراپی که شما دارید بذارید کنار و بیاید سراغ این ایردراپ که البته ایردراپ هم نیست، ماینه و از همه روش ها آسان تره و درآمدش خیلی زیادتره. با استفاده از این ربات میتونید روزانه حداقل 2 تا تون کوین استخراج کنید که به پول ما تقریبا 516,000 تومان میشه و کاملا واقعیه، به تون کیپر شما هم وصل میشه و از اینجور داستانه. خب لینک ربات هم داخل دسکریپشن و توضیحات ویدیو گذاشتم که میتونید وارد بشید. کار این ربات استخراج تون کوین هستش و مثل یک ماینر عمل میکنه. شما وقتی که وارد بشید به شما از همون اول یه دونه گیگاهرتز هش ریت سرعت ماین به شما میده که میتونید باهاش تون کوین استخراج کنید و هر وقت که تون کوین شما به 3000 تون رسید شما میتونید اینجا کلیم رو بزنید و میاد تو این قسمت که میشه تون بالانس و ویتراو رو اگه بزنید اینجا شما لینک تون کوینتون رو میزنید یعنی و تون کیپرتون و اینجا مقداری که میخواید رو میتونید بزنید و کانفirm در عرض 2-3 ثانیه برای شما پولو میزنن. این ربات من خودم هم تازه دارم میرم و گفتم چون تازه از این ربات سریع بیام به شما معرفی کنم که شما هم از اون طریق پول خوبی رو به جیب بزنید. و خلاصه ربات خیلی خوبیه، درسته حسابیه، از همه رباتایی که تا الان من دیدم خیلی خوبه و کلا 5-6 ساعتی که من زدم 13,000 تون رو من تا حالا تونستم برداشت کنم و سرعتش خیلی خوبه. کلا 5-6 ساعت من زدم و اینجا هم میشن داره که به شما پپه میده، کوین پپه، میتونی میشنش رو انجام بدید و فرند دعوت کنید به بازی و پول خوبی رو دریافت کنید. و یه چیزی که خواستم به شما بگم، اگه توی 3 روز 10 تا فرند رو دعوت کنید سرعت ماینتون به 10 گیگاهرتز میرسه که واقعا عالیه. شما شاید روزانه بتونید با این 10 گیگاهرتز روزانه حداقل 10 تا تون کوین 11 تا تون کوین استخراج کنید و پول خوبی رو به جیب بزنید. تو قسمت ولت هم شما میتونید به تون کیپرتون وصل کنید که همونطور که میبینید من به تون کیپر خودم وصل کردم. اگه وصل نکنید اینجا کانکت رو بزنید، اگه تون کیپر داخل گوشیتون باشه اتوماتیک وصل میشه که باید اون دکمه کانکت رو بزنید. خلاصه دمتون گرم که این ویدیو رو دیدید، حتما این ربات رو امتحان کنید، واقعا ربات خوبیه. دمتون گرم، تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.